مادرکان و خواهرکان عزیز، بله منظور شماست برنامه نوبتی دونو یک از تلویزیونی بهارستان و در برنامه امروزه ما اشتراک دارند تربیت گیرندگان کودکستانی رقمی 112 ناحیه سینا. پس با ما بودن رو فراموش نسازید چون که این برنامه نیز به مثل برنامه های دیگر جالب خواهد بود. یاسمین 6 ساله، دخترک چاقون و خوشچاقچاق است. آزادانه میخواند، مینویسد و عادت‌ها را جمع و تر کردن میتواند. شغل دوست داشته‌اش رسم کشی میباشد. یوسف 6 سال دارد. او نیز ذهنی تیز و نطق برو درست. یوسف نیز همه حرف‌ها را میشناسد و عادت‌ها را جمع و تر کردن میتواند. شغل دوست داشته‌اش گوش کردن افسانه میباشد. در مشغولیت‌ها خیلی فعال است. فریحه دخترکی با آداب و شیرین سخن است. ذهنی تیز و نطق برو دارد. در مشغولیت‌ها خیلی فعال بوده می‌خواهد در آینده دکتر کودکان شود. الیاس دانش خیلی خوب دارد. شعرهای زیادی را از بر کرده است و نطقش برو میباشد. الیاس می‌خواهد در آینده معلم شود. سلام بچه ها. سلام. آفرین بچه ها، به برنامه ما خوش آمدید. چطوری که به شما معلوم است برنامه دونو یک از 3 شرط عبارت است و در هر شرط من به شما 4 سوالی پیشنهاد میکنم. سوال ها از متماتیکا، فیلم های تصویری و عالم نباتات و حیوانات ترتیب داده شده. پس با دقت باشید. سوال اولی شرط یکمی برنامه رو میخونم. سوال چی است؟ 3 دوگانه ها به باغ رفتند. میتواند با انگشتانتون حساب کنید. دخترک یکم 2 سبد میوه چیند. دخترک دوم باشد 3 سبد و دخترک سوم 1 سبد میوه چیند. همگی آنها چند سبد میوه چیندند؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت یاسمین. دوگانه ها همگی 3 سبد میوه چیندند. خوب یاسمین، شما میگفتید که این رو از کجا پی بردید؟ کدام عدد ها رو با هم جمع کردید و طرح کردید؟ 2 جمع 3 5 می شود. 5 1 6 می شود. یاسمین 5 جمع 1 7 نمی شود. 5 1 6 شد. چه خیلی من حساب کردم 5 جمع 1 7 شد کو؟ شما خطا حساب کرده. آفرین یاسمین، در حقیقت 5 جمع 1 6 می شود. جواب شما درست است. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. در درخت 6 دانه سیب بود. شمال 4 تا سیب رو افکند. در درخت چند دانه سیب موند؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت الیاس. در درخت همگی 2 دانه سیب موند. 3 رو شمال 4 دانه رو افکند. الیاس، شما میگفتید که در درخت اول چند دانه سیب بود؟ 6 دانه سیب بود. بعد چند تاش رو شمال افکند؟ 4 تا. بعد چند دانه موند؟ 2 دانه. 6 طرح 4 چند می شود؟ 2. یعنی جواب درست چند است؟ 2. یعنی در درخت چند دانه سیب موند؟ 2. آفرین الیاس، جواب شما کاملا درست است. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. سوال چنین است: در طبقچه 4 دانه سیب، 2 دانه بولدرینگ و 3 دانه کنفیت بود. در طبقچه همگی چند دانه شیرینی بود؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت فریحه. در طبقچه 3 دانه شیرینی بود. خوب فریحه جان، شما میگفتید که با سیب و بولدرینگ چو شد، چرا شما اونها رو حساب نکرده؟ برای آنکه سیب میوه است، بولدرینگ باشد سبز بودش. برای همین من حساب نکردم. یعنی در طبقچه همگی چند شیرینی بود؟ در طبقچه 3 دانه شیرینی بود. آفرین فریحه، جواب شما کاملا درست است. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. سوال چنین است: 1 سال از چند ماه عبارت است؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت یوسف. 1 سال ما 12 ماه عبارت است. آفرین یوسف، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا شرط اولی برنامه نیز به انجام میرسد. بیایید خوبه به دستاوردهای شوکچان را در شرط اولی برنامه حساب کرده میگذاریم بر شرط دومی برنامه.
چه طور پی بردید شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی غالیبیت را از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خال گردد. در نتیجه در شرط اول یاسمین، یوسف، فریحه و الیاس توانستند یک خالی را صاحب شوند. اشتراکچیان ما را باز دو شرط دیگر انتظار است. بیاید یک جا تماشا میکنیم. بچه ها با دقت باشید، هوشیار باشید. سوال اولی شرطی دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در فیلم تصویری هولو ایست یا اینکه چطوری به ما معلوم است نو پگدی دو قهرمانی اساسی هستند. آنها کدام حیوانند؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت فریحه. در فیلم نو پگدی دو قهرمانی اساسی است. خرگوش و گوگ داریم. خرگوش رو شکار میکنه. آفرین فریحه. معلوم شود که شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید، همینطور نه؟ بله. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید. سوال چنین است: در افسانه خروسک دلیر خروس به کدام حیوان ها کمک میکند؟ مرحمت یاسمین. در افسانه خروسک دلیر خروسک و خرگوش میکند. و با او چه خیلی کمک میکند؟ از خونه خرگوش کی رو بیرون میکند؟ روباه رو بیرون میکند. بعد در آخر افسانه چی میشود؟ خرگوش به خونش برود. آفرین یاسمین. معلوم میشود که شما این افسانه رو با خوبی میدونید. میگذاریم به سوال دیگر. سوال دیگر چنین است که برای ما شعر قرائت میکند. خب بیایید من از یک سر از شما میپرسم. مرحمت الیاس، از شما آغاز میکنیم. ای پیشوای میرد زور و توانی میلد، ای نامداری میلد، ای قهرمانی میلد. آفرین الیاس. مرحمت فریحه. دیرما خوش بیا خوش بیا خوش بیا، از دیگر تا شب ملکی ما. پوسخا پوسخا پوسخا، از دیگر تا شب ملکی ما. پوسخا پوسخا پوسخا. آفرین فریحه. مرحمت یوسف. Osin spíši i zdažďa mi padaždi, da išel na léta, slneška i světa. آفرین یوسف. مرحمت یاسمین. لیمون جانا ما لیمون، دوای دردی گلو، زردالو هم توش شکر مثل باجزه. آفرین یاسمین. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال دیگر رو میخونم. در افسانه بوزک جنگیلپا بوزیچه ها را کدام حیوان خورده بود؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت الیاس. در افسانه بوزک جنگیلپا بوزیچه ها را گور خورد. بعد بوزک آمدک بوزیچه ها را نجات داد. آفرین الیاس. جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا شرط دومی برنامه نیز به انجام میرسد. بیایید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در شرط دومی برنامه حساب کردم. میگذاریم به شرط سومی برنامه. شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بودند. در این شرط نیز اشتراکچیان غالیبیت را از دست دادن نمی‌خواستند. کوشش می‌کردند اولین شده به سوال جواب گردانند و در نتیجه یوسف یک خال، یاسمین، فریحه و الیاس باشند دو خالی را صاحب شدند. با ما بمانید و نتیجه شرط سوم را یک جا تماشا می‌کنیم. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال اول شرط سومی برنامه رو میخونم. کدام حیوان تا 2 هفته به آب و غذا زندگانی میکند؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت یاسمین. این حیوان گوشتور میباشه، خیلی کلان است. من او را در باغ ایران دیدم. خوب یاسمین، شما میگفتید که به شما کی گفت که گوشتور تا 2 هفته به آب و غذا زندگانی میکند؟ مالی مامان گفته است. آفرین یاسمین. در حقیقت جواب شما درست است.
خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: سال نوی خونیش از کدام ماه آغاز می شود؟ کنی که جواب می دهد؟ مرحمت یوسف. سال نو خونیش اول سپتامبر آغاز می شود. سال آینده اول سپتامبر من به صنف یکم میروم. آفرین، در حقیقت سال نوی خونیش از ماه سپتامبر آغاز می شود. خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: فصل تیر ماه کدام ماه را در بر میگیرد؟ کنی که جواب می دهد؟ مرحمت فریحه. فصل تیر ماه 3 ماه است: سپتامبر، اکتبر، نوامبر. فریحه اول نوامبر بعد اکتبر نه؟ اول اکتبر نه با نوامبر. چخیل اول نوامبر است بعد اکتبر است کو؟ نه. آفرین، جواب شما کاملا درست است. در حقیقت اول اکتبر است بعد نوامبر. خوب بچه ها با دقت باشید، هوشیار باشید. سوال چهارمی شرط سه‌می برنامه رو میخونم. سوال چنین است: کدام حشرات صدا رو با پایهایش میشنود؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت الیاس. این حشرات ملخ است. مامون با ما ملخ رو ایشان داده است. الیاس، ملخ رو خودش رو یا صورتش رو؟ صورت ملخ رو. آفرین الیاس، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا شرط سه‌می برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خوبی به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه سرک اشتراکچی پیشدستی رو از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش می‌نمودند خالهای بیشتر رو به دست آورند و در نتیجه چون در شرط یکم در این شرط نیز همه اشتراکچیان یک خالی رو صاحب شدند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، یوسف 3 خال، یاسمین، فریحه و الیاس باشند 4 خالی را صاحب شدند. یعنی 3 اشتراکچی ما خالهای یک خیله دارند. برای معین کردن غالب سوال ایلاوگی پیشنهاد می‌گردد. بینندگان عزیز، شتابری که شما پای بردید 3 اشتراکچی ما خالهای یک خیله دارند. پس برای معین کردن غالب من به آنها سوال ایلاوگی میدهم. خوب الیاس، فریحه و یاسمین هوشیار باشید، چون که من سوال ایلاوگی رو میخونم و کسی اولین شده دست میبردارد و به سوال جوابی درست میگرداند غالب برنامه امروزه میگردد. خوب سوال چنین است، با دقت باشید: پایتخت تاجیکستان چی نام دارد؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت الیاس. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه می باشد. دوشنبه شهر گلها است. آفرین الیاس، جواب شما کاملا درست است و شما غالب برنامه امروزه ما گشتید. با سوال ایلاوگی الیاس توانست اولین شده دست بردارد و جواب درست را پیشنهاد نماید. از این بر می آید که غالب برنامه امروزه ما الیاس می باشد. الیاس، غالبیت مبارک. بینندگان عزیز، شتابری که شما پای بردید الیاس غالب برنامه امروزه ما گشتند و یادآور می شوم که در برنامه امروزه ما اشتراک داشتند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 112 ناحیه سینا. در همین جا برنامه نوبتی 2 به انجام می رسد. تا برنامه های دیگر در برنامه 2